دیگر تنها وظیفه خدمتی ما شما این محبس کردن نیست، زیر پنجره بردن شناندن شهروندان نیست، پیشگیری کردن جنایت ها است، کارهای پروفیلاکتیکی بردن در کار است، سطح معرفتناکی حقوقی شهروندان بلند برداشتن در کار است که دست به جنایت نزنند، دست به قانون شکنی نزنند. این وی آخرینش است. محبس کردن، وی کردن. حساب کنیتان اگر 10,000 در یک سال وی کنیتان چقدر کودک یتیم میماند، چقدر زیانی معنوی میشود. برای همینم پایانتر ایستاده میگذارم، ما در قانون تغییرات وارد کردیم که در